از من سوال کرده بودید که چطور میتونید استودیو برای اجاره پیدا بکنید. من اینجا تو قسمت سرچ زدم Shared Art Studios for Rent in Toronto. شما میتونید شهر خودتون رو بزنید. این لیست استودیوهایی هستش که برای اجاره. ببینید کیجیجی هم داره، میتونید به سر بزنید یا ببینید چقدر تعداد اینا زیاده. حالا من با این دو تاش رو به شما نشون میدم. وقتی که میزنید حتما اونهایی که وبسایت دارن رو چک کنید که بتونید عکس ها و چیزایی که هست رو ببینید. میبینید این استودیو هست. مثلا الان داره میگه یونیت 214 جدیدترین در واقع استودیویی که ساخته شده و قیمتش همه چیزش رو میتونید ببینید. مثلا این یکی رو میزنم، دوباره میرم توی وبسایت استودیوز، میرم پایین، ببینید تمام شعبه هاشه که داره. اینجا میگه چک کنیم ببینید چی موجود داریم. این استودیو هاشه که هست، قیمتش رو اینجا برای شما میزنه و علاوه بر اون ببینید اینا مشاعاتشه. ببینید شیرد ممبرشیپ ایریا، شما یعنی یه ممبرشیپ میگیرین و از این فضاهایی که در واقع مشاع هست استفاده میکنیم. میبینید اینا همه استودیوهاشه که نگاه میکنیم ببینین کدوم رو میخواین. بعضی از اینها علاوه بر اون، یعنی شما لازم نیست استودیو بگیرین، به شما این امکان رو میدن که با همون ممبرشیپتون از فضاهای عمومیشون استفاده بکنین. و چی دیگه میخواستم بگم خدمتتون؟ بستگی به بودجه خودتون داره. اینا معمولا من داشتم سرچ میکردم، اینا از $100 $200 شروع میشه، میره تا 1000 خورده‌ای 2000 تا. ولی همونطور خدمتتون عرض کردم باید تشریف ببرین، ببینین فضا رو و اونی که به بودجهتون و سلیقتون نزدیک تره اون رو اجاره کنین. موفق باشین.